من چیزی رو در یاد ندارم. چی خیلی در یاد نداری؟ تو رو با کجا برده بودن الیف؟ نمیدونم. وقتی که در لیفت میرفتم چشمانم رو سیاهی پخش کرد. گویا که به کدام جایی فرو رفتم. وقتی که بیدار شدم دیدم که در خرک در رو برای مناره دختران قرار دارم. در اطراف کسی نبود. تنها ماشین ها می گذشتند و آدمان رفت و داشتند. از جیبم کاغذی افتید. من اون رو برداشتم خوندم. این چی معنی دارد؟ نمیدانم الیف. کیستن آنها؟ با من چی کار کردند؟ من به پروکراتورا می روم. در کاغذ شاید ایزی دستانشان هست. هیچ گونه ایزی دستان نیست الیف. چی خیل نیست؟ الیف، من در این کاغذ هیچ ایزی دست نیافتم. پولاد، من سخت می ترسم. من هرگز تو را تنها نمیگذارم الیف. پولاد، با نزدی دکتر رفتن میخواهم. البته عزیزم. درا. اکا خانم صفیه آمد. او میداند که مرا دزدیدند؟ نه. بانو صفیه را به اینجا دعوت. نه خود که من و تو خوراک شام خورده نتوانیم. من الکی نمیخواهم. الیف نیست اینجاست. خوش آمدی. با تو چی شد؟ هیچ چیز. کی این رو به پولاد علمدار میگوید؟ قاعده ها را رعایت کردن لازم است. من میگویم جناب نظامی‌دین، اگر وقت داشته باشی به من 2 دقیقه جدا بکن. البته. شما اگر زید نباشید من نیز همراه شدن میخواهم. من هم سوال ها دارم. پگاه وا میخوریم. خوش بیمانید. امیدوارم که این کار پگاه به پایان میرسد و هممون آرام میشویم. هر روز جمع میشویم و چیزی رو محاکمه میکنیم. موفق باشه داستانم. من بمانم. لازم نیست. ما باید صحبت کنیم. پولاد لکه اون کارهایی رو که توانست اجرا کرد. من شنیدم. او دیگر هیچ کاری نخواهد. نمیتونم. سموئیل اگر پس رود تو برام میشوی جنابی. ما تو را انتخاب میکنیم. ما به تو وعده داریم. یحیی تاب خورید.
این خودی همون یک تشکیلات است. باز چگونه تشکیلات؟ آنهایی که پدرم را کشتند و تو را دزدیدند همان آدمانند. از اینکه پولاد قاتل را میجوید این پیام به اوست. برای چنین سازمان ها رمز و پیام ها نهایت مهمند. آنها هیروگلیفا را اکثر استفاده میبرند. پیش از مرگ پدرم به ما یک لفاف فرستادند. در آن عکس مار بود. در ترکیه چنین سازمان نیست صفیه. آنها چرا در ترکیه باشند؟ طوری که میدونید جسد پدرم را در نزد ستون یاد بود پیدا کردند. در آن نیز چنین رمزها هستند. آنها در تمام کشورهای مهم وجود دارند. حتی در این تصویر نیز ستون یاد بود هست. اینها موضع‌های مهمترین استانبولند و مناره دختران نیز هست. پولاد من سخت میترسم. این کیروه به من فشار می آورد. با او جنگ اعلان کردن خواستم، لیکن تا انتخابات را به آخر نرسانم هیچ کاری کردن نمیتوانم. ما میتوانیم که به وزارت کارهای خارجی مراجعت کنیم و این کار را تا به جنجال دیپلماتی رسانیم. البته این کیروه علاقه های وسیع دارد. هر پنجه‌اش هنر است. من او را داشته نتوانستم. آنها همه کار را میکنند تا بر ما پیروز گردند. من برای این تشویش میکشم. ما اگر به جای قره‌خانلی یگان سرور قوی را انتخاب کردن نتوانیم، یگانگی‌مان به پایان میرسد. ما این کار را چطور کرده میتوانیم جناب نظامی‌دین؟ ساموئل مرا روی راست تهدید میکند و باز حجت‌ها رو میخواد. خودت میدانی که حجت‌ها در کار ما از همه مهمترند. تو جناب زیا را از باعث مناسبت‌هایش با پولاد دستگیری کردی، ولی باید میدانستی که مناسبت‌های آنها بدند. دوستان و دشمنان همیشه عوض میشوند جناب نظامی‌دین. من چیکار هم کرده میتوانم؟ دعواگران چقدر هم نباشند، شخصانی پیدا میشوند که آنها را دستگیری میکنند. توازن همیشه تغییر مییابد. این به همه معلوم است، چون که ما سروری قوی نداریم. اکنون خدا را شکر تو پولاد علیمدار را خوب میشناسی جناب نظامی‌دین. ما بعضا وا میخوریم، همش همین. کاش که شما با او از نزدیکتر شناس میشدید. من 3 نفره را میشناسم که با بحران ها این خیل خونسردانه مناسبت میکنند. شما، کرخانله و پولاد علیمدار. از این راهی خلاصی نیست جناب نظامی‌دین. یا تو بران میشوی
و یا پولاد علیمدار. من هیچ خواهشی برانشوی ندارم. ما اگر پولاد علیمدار را راضی کنونیم که بران شود، یگانگی ما حفظ کرده می شود. او الگه 3 آواز دارد و او را اگر جناب نظامی‌الدین هم دستگیری کنه فکر کنید که این کار اجرا شد. لیکن او خیلی جوان است. شما در چند سالگیتون با محمد کرخانلی شناس شده بودید جناب نظامی‌الدین. سرادار کجاست؟ در راه است. تو در اینجا چی کار داری؟ با تو صحبت کردن میخواهم. من و تو گپی گفتنی نداریم. این کارو خودت کردی ساموئل، همینطور؟ این چی سفسطه؟ این تو خودت ملکه رو کشتی تا او خاموش باشد. تو چی خیل زنت را در تگی مرد دیگر گذاشته توانستی؟ با تو هم با دخترت هم نفرت دارم. با خودت نفرت کن. تو او را خریده بودی و خودت به نزدم فرستادی و او را مجبور کردی که این همه را به نوار بردارد. تو این دیسکا را به دیگران دادی. از خانه هم دفع شو. تا نگویی که چرا این کارو کردی هیچ کجا نمی روم. تو را هم دخترت را هم نیست میکنم. دفع شو. کیربی به من دام گذاشت. او تا مرگ خسرو در این کارها بود. کدام یک آدم‌های را فرستاد و خسرو رو به مرگ رسانید. سپس منو تو را به جنجال آورد. بعد این نسرین را به سوی روس‌ها تیله داد. او مرا از شورا بیرون ساخت و بعداً گویا که مرا در انتخابی بران دستگیری کرد. دیسک ساموئل رو کیروی به شما داد؟ بله. او همراه با ساموئل آوازی مرا ثبت کرد. فیتا برای آن لازم بود تا مرا از شورا خارج کنند. او چی مقصد دارد؟ کیروی خودش همه را رهبری کردن میخواهد. او روسا رو نیز به این کار کشید. او در آنجا با اکریب بازی میکند. شما نیز خطای کلان کردید جناب زیا. به گپم گوش نکردید. تو حق هستی. من در حیاتم اکنون تنها یک هدف دارم. دامی آنهایی را خراب کنم که در آن چقری میکنند. من چرا این کار خیر را برای شما انجام دهم جناب زیا؟ من از کجا میدونم که شما پگاه با ضد من بر نمیخیزید؟ شاید گپ‌هایتان دروغ است. ما برای کشتیمان را اداره کردن تا امروز زورقای زیادی را شکستیم. نهایت به ساحل رسیدیم. من آمادم تا همه کاری را که تو میگویی اجرا کنم. پولاد، میخواهم که شما با کیروی واخورید. وانمود نکنید که همه را میدانید. او اگر میدانست که شما را میتوانند از شورا خارج کنند، پس او یگان نقشه دارد. بگذار شما را به این نقشه تیله بدهند. شما باشید به واسطه نسرین به من درباره این نقشه خبر میدهید. به شما یک مدت اینجا آمدن لازم نیست.
تشکر. من پولاد علمدار رو نیز کردن میخواستم، اما پسرم در دستش بود. من در حالت ناگوار قرار داشتم. او از تو چی میخواست؟ عروسش را دزدیده بودن. پرسید که آیا ما این کارو نکرده ایم؟ او بهر وی آمده بود. گفت که هر کس جای نازک خود را دارد. من تو را آگاه کرده بودم. گفتم که حاضر زمانه نوتینج است و تو پسرت را به خارج ببر. شما حقید. من خطا کردم. تو با من دیگر چیزی گفتن نمیخوایی؟ نه جناب، نمیخواهم. میتوانی که بیروی. خدا شفا دهد. دکتر به زودی می آید. یگان چیزی شیرین بیارم؟ نه، حالم الکی بهتر شد. جانان، من سخت می ترسم. همه‌اش گذشت. الیف، با مادرم چی میگویم؟ راستش رو میگویی الیف؟ جانان، مادرم در حیاتش به من باور نمی کند. اگر بگویم که در روبروی منورای دخترم بیدار شدم، خودم هم باور نمی کردم. این طور باشد یگان فکر میکنیم. جانان، اگر با من یگان کاری کرده باشند چی؟ با تو چی کار هم کرده میتوانستن الیف؟ تو سلامت هستی؟ من در این باره نمیگویم. پرسیدن میخواهم. اگر با من یگان کاری کرده باشند، مرا اگر تجاوز کرده باشند، من این رو آخر باید در خاطر داشته باشم. همین طور؟ بله الیف، اگر این کارو میکردند تو در خاطر میگرفتی. ببخشید. چرا طبعت خیر است؟ نه، خوبم. میفهمی که تو از کجایی و به کجا رسیده ای؟ شما چنین فکر دارید؟ به فکرم من در جایم چرخ میزنم. نسبت خودت بی‌عدالتی. انتخابی بران چی شد؟ بران را تو انتخاب میکنی. پولاد علمدار، تو اکنون عضو شورا هستی. پگاه سوگند یاد میکنی. همینطور؟ همینطور. تو با یگانگی آوازها عضو شورا انتخاب شدی. باز این که به جای لحظیایی مشهور. تو درباره چی فکر میکنی؟ من و تو تمام دنیا را اداره خواهیم کرد. به من یک کمی وقت بدهید. ببخشید که به هیجان شما شریک نشدم، لیکن وقتی که این همه را به شما نقل میکنم شما مرا میفهمید. نقل میکنی که چی روی داد؟ حاضر نه. خلیل ابراهیم کپر، او پنهانی با کشتی شنا کرده می آید. در پرونده همش ذکر گردیده است. خلا را صبح دستگیر کنید و به اینجا. خوب شده جناب. پرونده تون جای را باشد به خدمات امنیت سپارید.
او را نیز به حبس گیرند. دور این آدمان به پایان رسید. من همیشه با ماشین یاری تعجیلی حرکت میکنم، چون که خودم را بیمار حس میکنم. گوشهایم نیز صدا میدهند و فکرم پلیس ما را تعقیب میکند. الو، یک لحظه. اما مهمتی زنگ میزند. خودم هم او رو میجویم، یافته نمیتوانم. گپ زن عزیزم، گپ زن. یک کار مهم است. اکای پولوت رو دیدن میخواهد. در اداره و میخوریم یا در کوچه؟ اکای پولوت گفت که فوراً به اداره بیایی، نه به کنسولگری. خب هرچی که شما فرمایید. جانم، صدای ماشین یاری تعجیلی را بلند بکن. برای گوشهایم پخته دهید. تو چرا با گوشهایت میمانی؟ اگر یگان حادثه روی دهد که میشنود؟ همش روشن نوشته شده است. تو را پیدا میکنند. این آدمون کیستند؟ تا تو را نیابند نمیفهمی. آنها تمپلیر هایند؟ نمیدانم. مسان هایند؟ آنها نیستند. ایلومینات ها؟ نمیدانم. میدانی که آنها داربازی میکنند، لیکن چیزی اساسی را نمیدانی. نه. آنها از من چی میخواهند تا من دارباز شوم؟ آنها تو را انتخاب کردند. چرا؟ از باعث قرخاندی، از باعث افه، از برای علی، از برای پولاد. من چیکار کنم؟ شاید از باعث این و شاید هم نه. این همه دروغ است، من باور نمیکنم. این نظریه سوی قصد است که آن را چند نفر دیوانه ها فکر کرده برآوردند. آفتاب برای آنها بلند نمی شود و برای آنها هم غروب نمی کند. باقی مانده را من نمی دانم. من چیکار کنم؟ تو را می آزمایند. تفتیش می کنند که آیا تو به آنها خدمت کرده می توانی؟ من با آنها خدمت نخواهم کرد. جایت معلوم است شیر من. تو به وطنت خدمت میکنی. گفته بودید که عملیات وادی گرگان به آخر رسید. کارها اکنون سر میشوند شیر من. خدمت‌های تو در نزد وطن بزرگند، اما تو باید باز هم بلندتر برایی تا اینکه کارهای بزرگ را انجام بدهی. دخترکم الیف، دخترکم جانم، خدا رو شکر این رو که با تو کرد. مادر من اینجایم؟ همش گذشت دخترم. تشکر پدر عمر. خداوند شما را در پناهش نگه دارد دخترم. آمین. اپا عذر میخواهم، تو را حمایت کرده نتوانستم. من الکی در خانه ام دادرم. چی گپ است؟ دکتر چی گفت جانان؟ همش خوب است. گوش کن، شما یکان چیز رو پنهان میکنید؟ من آخر گفتم که همش خوب است. او تنها خواب بود. احتمال با او یکان داروی خوب داده باشند. بعد تشخیص خون معلوم میگردد. به سرم تنها فکری بدبختانه آمده ایستاده است. من در یک جلسه نفری را خفه کرده بودم.
او سخت به خشم اومد و قصاص گرفتن خواست، لیکن هیچ کاری نکرد. داد و فریاد زد و تهدیدها کرد. اما همین خیل به آخر رسید. چرا این خیل؟ آدم رو از لیفت گرفتن میبرند. نفری که انتقام گرفتن میخواهد تو رو زنده نمیموند دختر. مادر او شاید ترسید، برای همین گذاشت. احتمال فهمید که مرا میجویند. این علی آخر کی پیدا میشود ها؟ به زودی برمیگشت و شما آنگاه خانه‌دار میشدید. با همین تمام. تو در مورد میراث قراخانی فکر میکنی هم مادر؟ من در مورد خوشبختی تو فکر میکنم دخترم. من به اداره او در اومدم. آنها اکنون به من باور میکنند. پولاد علمدار نباید تا پگاه زنده ماند. این آخرین امری من به تو است. طوری که فرمایید جناب. در عملیات نو هدف تو معین نیست. برای همین ما برنامه را تهیه کردن نمیتوانیم. تو تنها یک هدف داری. تو خواه علی باشی و خواه افه و خواه پولاد، تنها یک راه پیدا کردنی قاتلان قراخانلی و آنهایی است که این مردم را مستملکه گرداندن میخواهند. از همه مقتدرتر شدن لازم است. مرا عضو شورا انتخاب کردند. آنها توگمه را پخش کردند. دیگرها باشند جایهای دیگر حاضر میکنند. آخر گفته بودید که از کیروی هوشیار باشم. خیر و چی نقشه دارد؟ آنها همراه با سموئیل عمل میکنند و دولت را برای این هدف استفاده میبرند. میتاد چی؟ خودی همان دست پله را فریب کرده بود. اکنون من و کلیچ را با دست لزیه نیز کردن میخواهم. بهتون جای پرونده کشاده. پرونده قلبکی آن را نیز کردن لازم. این کار را زودتر کردن لازم. من آن را نیست کردن نمیتوانم. به من تونجای لازم است. من کوشش میکنم. میخواهم که به خلا نیز دست نرسانم. فراری. من هیچ چیز را نمیدانم. کسی اگر راهم را پاک میسازد پس شما نیز این کار را میکنید. میگویید که مرا انتخاب کردند. مرا این دولت انتخاب کرده است و من تا به این آدمان رفتن نرسم مجبور میشوم که در افلاسی عمر به سر برم تا زمانی که همه ای خون مکای دولت را محو نسازیم. میخواهم که شما مرا دستگیری کنید. من تا وقت زندم سر راحت را هیچ کس نمیگیرد. این طور باشد فکری مردن را نکنید، چون که من شخص اساسی می شوم تا این بازی را خراب سازم. قاعده های بازی را اکنون تو فکر کرده می برایی. طوری که خواهی بازی می کنی. این لختک بازی است. آنها باشند داربازها. من میدانم که این کار را کی کرد کیروی. سموئیل برای با من بازی کردن جواب خواهد داد. من او را با زنش در یک ماشین آتش میزنم. آنها به شورا کی را به جای تو گرفتن؟ پولاد را. سموئیل برای این کار هنوز جوان است جناب سیاه. این همه کارها را قلیش کرده است. فکر بکن که کی برون نشود. پولاد، تونجای، خلا، قلیچ. نظامالدین آنها را دستگیری میکند. قلیچ برون میشود. این قلیچ مرا نمیداند مگر؟ او خسرو را نیز از همه بهتر میدانست. وقت انتقام فرا رسید. آنها فکر میکنند که ما برانه را میخواهیم. ما شوراها را میسازیم و ایجاد میکنیم جناب زیا. میفرمایم تا قلیچ را بکشند. امشب از من عمل را انتظارند. بیا امشب نه. آنها حمله را از نیروهای بیرونی انتظارند، نه از خودی ها. قلیچ چون سگ میمیرد. من و تو باشیم قهوه می نوشیم. تو در خانه او آدمانت را داری؟
اگر خواهم 1000 نفر را جایگیر میکنم. چه؟ آنها الیف را دزدیدند؟ بله. من اکنون فهمیدم. از او پرسیدم که چرا تابش خیر است، هیچ جوابی نداد. با او یک خدشه فرستادند. تو ما را نمیابی، ما تو را پیدا میکنیم. لعنتی ها، اینها قاتلان قرخانلی اند. او قاتلان پدرم را میجوست. آنها الیف را دزدیدند و با او گفتند که کفتن را بس کنند. و یا میگویند که به این کارها دخالت نکنند، چون که الیف عروسی افی من است. پدرم چخیل برای شما بران شده بود؟ از من چیزی برای پنهان کردن ندارید. من کور و کر نیستم. پدرت مقصد عالی داشت. تواناتر شدن میخواست از همه. من گفتم میخواهم که بختیارش شده بود. در وقت ساعت ضروری با آدمان ضروری واخورد. شورای ما را بنیاد کرد. این شورا مناسبت های بین المللی دارد؟ البته. چون این شوراها قریب در تمام کشورهای جدی موجودند. این طور باشد کسی با پدرم امکان داده است که بران شود و یا انتخابی او را تصدیق کرده است. بله. پیش از دزدیده شدن افه او از کیپر برگشته بود. با او زنگ زدند. پدرت از خانه برآمد. روز دیگر خیلی خسته شده برگشت. من از او پرسیدم که چی شده است، اما او جواب نداد و بعداً گفت که آنها درباره ما همه چیز را میدانند. آنها کیستند؟ من هم این را پرسیدم ولی گفت که این را نمیداند. تو باید بدانی قلیچ. من تنها یک چی را میدانم صفیه. پیش از هر حادثه کلان در ترکیه پدرت برآمده می رفت. وقتی بر میگشت قرارهای دخلدار قبول میکرد. مثلا 12 سپتامبر. سر اول شما رو تبریک کردن میخوام. موفق باشید. تشکر. شما اگر دعوت نمیکردید من خودم میآمدم. ما دوست فکری خوبی داریم. ما مشکلاتی از فکر هم جدی تر داریم. کدام مشکلات؟ پرونده تو. تو من رو جیغ زدی پدر. تو به نزدی پولاد بروی نسرین. برای چی پدر؟ تو باید بعضی چیزها رو به او سپاری. به پولاد بگو که من با کروه واخوردم. کروه امشب قلیج زن و دختری برون را میکشد. فهمیدی؟ فهمیدم. خوش آمدی. خوش باش. ببخش عزیزم پولاد. تو فوراً گفتی و ما مجبور شدیم که صدای ماشین رو بلند کنیم. گوشایم تماما کر شدند. نمیشنوند. آنچه که من میگویم شما حتما میشنوید. من الکی به شنیدن سر کردم. حال آن آدمی که در بیمارخانه روحی خوابیده بود چی شد؟ با آدم کروه
بله. ما هر وقتی که خواهیم او را گرفته میتوانیم. کیروی روزای آخر مرا عصبانی میکند، لیکن ما هیچ کاری کرده نمیتوانیم. کیروی اگر نقشه ها داشته باشد پس ما نیز آنها را داریم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا چیکار میکنم؟ چیکار هم میکردم؟ البته تو رو انتظارم نینا. ما چی؟ ملاقات کردنی بودیم. ما چی باید نکنیم؟ ما جفتی عاشقانه نیستیم. با تو چی روی داده ایستاده است ارهان؟ تعبم خیره است نینا. اکای پولادم، چون این شخصیت صاحب احترام تمام استانبول را اداره میکند، لیکن حتی او وقت جدا میکند تا با محبوبش شام عاشقانه سپری کند. تو نیز قرار دادی که جدا بکنی؟ ما ترکا وقتی کم داریم، برایمون 24 ساعت کم است. آمدم تا تو را بینم و حاضر برآمده میروم. اکای پولاد ترک نیست؟ او در اروپا به وای رسیده است. قول میدهم نینا که با امکان نخست من و تو همراه به اون جایی میرویم که اکای پولاد غذای شام خورده بود. تنها من و تو، تنها تو و من. خیر این چی جای است؟ تو تبسم کردن رو شروع کردی عزیزم. البته فهمیدی که من تو رو به خوراک شامی عاشقانه دعوت میکنم. برایم تنها عجیب است که اون در کجاست. این یک طرف خونه خیلی خوب است. سرول برای فیتامین نداری کردن میخواهم. پدرت چی گفت نسرین؟ هدف کیروی قلیچ است. امشب آنها او و همچنین زن و دختر قرخانی را میکشند. چطور؟ آنها در بنا راهی مخفی دارند. فهما که فیرایی بعد آن که کارش را میکنه چقدر فرار میکنه. نفهمیدم. اهمیت نده، من فهمیدم. باز؟ هنگامی عملیات کیروی با پدرم در خانه من خواهد بود. نسرین به من بگوی که شما نیز در خانه اتان گذرگاه مخفی دارید؟
پولاد با من گفت که 24 ساعت وقتش رو با من میگذراند، چونانی که من میخواهم. کی؟ ما با زودی وو میخوریم. با چی؟ همه کاری که میخواهم اجرا میکند. این چی معنی دارد؟ من هم از تو میپرسم که این چی معنی دارد. میخواهی که او با تو تکلیف ازدواج کند؟ من چی کار هم میکنم اگر با من چنین پیشنهاد کند؟ آخر گفته است که هر چیزی که تو میخواهی اجرا میکند. انا با او بگوی که مرا بزنی بگی. میبینیم که او این رو با چی معنی میگوید. الیف چی شده است؟ هم از پس هم دیگر میوید. من هم تشویش میکشم. چرا 24 ساعت؟ نمیدونم، هیچ چیز را نمیفهمم. خودت چیکار کردن میخواهی؟ نوز و نوز میکنم. با هر چیزی که شرط میبندیم او 24 ساعت طاقت خواهد کرد. من بحث نمیکنم. اما اگر همه طبق نقشه جریان گیرد شما شاید 48 ساعت وقتتان رو همراه گذرانید. نه، هرگز نمیشود. نه. الیف حاضر چه حال دارد؟ حالش خوب است. من هم او رو هر چیز زودتر دیدن میخواهم. من علاقه دعوت کردم مادر شاید پگاه میوید. تو چرا به من نگفتی؟ به تنهایی میتوانیم صحبت کنیم، هر دویمان. البته رفتیم. من کاری فرعی رو حل کردم. چی خیل؟ چی کار خواهیم کرد؟ چی خواهیم کرد؟ من در اختیار شمایم بانو. هر کاری را که خواهیم میکنیم. امروز بگذار هیچ کس ما را تشویش ندهد. خب این مغزی را چه خیلی به خاطر آورده؟ من همیشه سوار شدن میخواستم. در استانبول راه تنابی هست، چند نفر این را میدانند. نه تو فهمیدی که باز 4 نفر نمیدونن. ما آخر باید تنها میبودیم. ما آخر تنهاییم. من در مورد تنهایی کامل میگویم. سرت را گذار.
میکنه اکنون ما یک جاییم. تو چرا سوار شدی عدنان؟ زورش نمیرسد، نمیبینی؟ غم نخور، زورش میرسد. چخیل بلند است؟ البته بلند است کرنگ. با پایان نگاه کرده نمیتوانم، از ترس میدارم. اگر بیافتیم پورا پورا میشویم. از تماشا شدم برای همین خاموشم، وگرنه همه تو را میکشتم. چی شده است اردگان؟ تو هم از سگ‌ها میترسی؟ وابسته به کدام ذات؟ راه تنابی با سمت دیگر میرود. ما چخیل به نزد ماشین ها برمیگردیم. میرویم و برمیگردیم. من دیگر به این سوار نمیشوم. آقا ما رو انتظار خواهد شد. بعد به کجا میرویم؟ آخر خودت میگویی. امروز روزی تو نیست. تو چرا این خیل میکنی؟ چرا بعد اینقدر روز وقتت رو با من میگذرانی؟ تو شکایت میکنی؟ هرگز. این زندگی هست. ما شاید دیگر وقت نخواهیم داشت. من شاید آزمودن میخوام که آیا بازن 24 ساعت رو گذرانیده میتوان؟ من فکرم نمیتوانی. پس تو رو فرستادن لازم، نه محافظانده. آهسته، آهسته تر. خودت خواهش کردی. آنها تا حال از پسمانند. حاضر میبینیم. акай мематӣ? ака чаро чунин рафтор мекунад? тафтиш мекунад. бирон. ака рафт, мо чӣ кор мекунем? таваққуф накун мирзод. ака, ман намедонам ки ака ба куҷо рафт. ба куҷо равам? ман медонам. ту таваққуф накун мирзод. ака, чаро ба ман намегӯӣ? ман охир ташвиш мекашам. ба ин ҳам дар баландӣ сахт тарсидам. ман туро меозмоям мирзод. вақте ки гап мезанӣ, газро зер бикун. он гоҳ ҳеҷ кас ба мо расида наметавонад. بینیگر که کودکان چه خیلی نغز بازی دارن. این چه سفسط است یعنی؟ ما آخر کودک نیستیم. بین کودکان چه خیلی نغز بازی دارن. بیا با آنها خلال نرسان. بیا رفتی؟ بیا بهترش اخماس بخور. تو آخر تمامی کارها رو کردن میخواستی تو ما رو خوشبخت گردونی و تو باور نمیکنم دیگر. سنگ رو یک لحظه بیده. بیا به تو نشان بیده هم. این رو دار. اکنون نوبتی تو بگیر. زودتر. آفرین بردار. احسن بیده. آفرین لپا جان. کودک بودن خیلی خوب است، این طور نه؟
زندگی تو رو داغدار نکرده است. بیگناه بودن چه خیلی گوارا است. هیچ کس تو رو ناراحت نمی کند. دنیا برای تو وجود دارد و تو این رو می دونی. به تو بازی کودکانه پسند است. تو از این شرم نمی داری. بله، دنیا امروز از من است، لیکن وقتی من هنوز به آخر نرسیده است. من با تو باز بسیار کارها خواهم کرد. رفتیم. الیف، تو در کنار قدم زده ایستاده ای. با ما بین گذر. رفتیم. کنی بیا زود دویدیم. مرا دار. خوب سرده. من خودم میروم. رفتیم. پولاد، کورتان بسیار تنگ نیست؟ خیلی زیباست. خودت هم زیباست. تو نیست. خوش آمدید. سلامت باشید. اینجا خیلی زیبا است. شادم که به تو پسندم. جناب، برای نوشیدن چی میفرمایید؟ شاید شامپو فرماییم؟ هر چی که فرمایید. فهمو جناب. تو این همه رو کی آماده کردی؟ باز چی توفه های ناگهانی داری؟ دلت تاب میاره؟ بله، دل من از این هم بزرگترش را دیده است. خوب خاموش میشینم. تو آسمان را دیدی جناب سیاه؟ آن می درخشد. امشب ستاره های زیاد خاموش می شوند. امیدوارم. یا قهوه بیار قوی تر باشد. جانی من در دست شما است. تشکر به شما.
شما سالیانی دراز او را تبابت میکنید تا او عقلش را گم نکند، اما او امروز به من لازم است. من کمی سیر و گشت کردن میخواهم. وای کی جناب؟ شما یکون صدا شنیدید؟ نه هیچ چیز نه. ما در پهلویت هستیم دخترم. به نظرم نمود که من چیزی شنیدم. مادر به فکرم میونی الی و پولو چیزی هست؟ تو این رو از کجا گرفتی؟ نمیدونم، چون این احساسات دارم. آنها کیها باز همراهند. چی؟ به من همین طور معلوم است. هر دفعه وقتی که یکون کار جدی کردن میخواهم با من حادثه روی میدهد. از کودکی هم چنین است. اگر به من شعر خوان میگفتند یا دامنم میدرید یا به کرتم چیزی میریخت. باور نمیکنی که در بزم ختم کنی اما چی حادثه روی داده بود. در بزمی که تو با علی بودی؟ با تو نقل کرده بودم. میدانم که او برای تو چی کار کرده. پولاد همش خوب است، تنها موسیقی نیست. من رقصیدن میخواهم. موسیقی؟ حاضر میشه رایم؟ نه تو نخوان. ما رو به رقص دعوت بکن.
باور داره که من از عهده‌اش میبرایم. میترسم که پایت را زیر میکنم. این خیلی ساده است. از پسم تکرار کردن لازم است. این درست نیست. اجازت دهید شما را دعوت